خانما الان شما میدونید که الان مردم بیدنگ دارن میدنگن. گناه علنی شده، یک گناه همگانی شده، دو گناه دست کم گرفته شد میشه، سه و هیچی نمیگه به خاطر گناه. در نتیجه تو عرضه داری شوهرتو نگه دار، تو دل رو باش، تو دل بر باش، تو دل زنده باش، تو شیر دل باش، قر نزن، قهر نکن. وقتی بلد نیستی زنا با هم دیگه اونه که بی سوادن بدبخت میگن نگاه کن اگه میخوای شوهر از حساب ببره بهش بی محلی که خواهر ای الهی اسرائیل به تو محل بگذاره. خاله کوکر چیکار میکنی تو؟ عرضه داری براش. مولا علی فرمود تنها رقصی که حلال رقصن برای شوهرشه، باقی رقصا حرومه. خب زن مذهبی حزب اللهی مقنعه چادر کشی میره تو راهپیمایی میگه آمریکا فکر نکنی ما زنیم تو دهنت میزنیم، اما برای شوهرش بلد نیست شعر بخونه عتیقه دوران. خب تو چطور برای بچه ها میکنی لا 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 گل پونه گدا اومد در خونه خب برای عتیقم بخون، بگو های تو همه وجود منی، همه تار و پود منی، تو صدای قلب منی، من تو هم تو منی. بیا داره میخنده کد مشکیه. هم بیا اون الان خانمش کجا نشسته؟ ای آقاتون اینجا قش کرد. مقدرم برای آقاتون بخونم شو خانم بیونه. اگه من زن بودم کاری میکردم شوهرم مثل گوسفند دنبالم بداره. فقط نیستی علکی همینجور نما سلمونی ما همینیم زیارت بدهیم. وقتی روحیه نداری پاشو برو خونه تو. خدا شوخی ندارم چه میخندن اینا؟ تو چرا میخندی؟ خجالت بکش. طرفدارتون برون خودتون مظلوم بگیرین فیلم هندی میشه.